نمی‌فرماید قاتل الکفار و المنافقین همیشه لازم نیست، اما جهاد مجموعه کامل تعالیم الهی خدا سعی میکنن دنیای اسلام را از وحدت خود هرچه بیشتر دور کنند. این برای اونا تهدیده. 1,5 میلیارد اگر مسلمان ها متحد باشند وضع فلسطین یک جا به دست بوکو حرام و داعش و امثال اینها کشته میشن، یه عده هم در این آتش ها میدمند. شیعه انگلیسی هم مثل سنی همه دولبه یک قیچی هستند. سعیشون این است که مسلمان ها را به جان هم بیاندازند. این پیام وحدت این است که اینها از این اختلافات عبور بکنند. سعیشون این است که مسلمان ها را به جان هم بیاندازند.